انبیا علیهم السلام همگی معصوم هستند، به همین جهت خواب و رؤیایشان صادق است و آنچه را که ببینند به مثابه وحی می باشد. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها نیز طبق گفته خودش اظهار داشت که براءتش در خواب و رویای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نمایان گردد و اصلا انتظار نزول آیات قرآن در شأن خویش را نداشت. اما رب و پروردگار کریم چیز دیگری اراده کرده بود. او می‌خواست نام حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها تا قیامت زنده بماند و در هر عصری و هر زمانی پاکی و صداقت و ایمان او برای نسل‌های آینده بازگو گردد تا دیگران از ذکر نامش فیض ببرند و ثواب حاصل کنند. از طرف دیگر اگر براءت حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها در خواب و رویا برای رسول الله صلی الله علیه و سلم ظاهر میشد، ممکن بود عده‌ای ضعیف الایمان و یا منافق تحت تاثیر تبلیغات منفی کفار و منافقان قرار گیرند، مبنی بر اینکه این داستان را محمد صلی الله علیه و آله و سلم از خود درآورده است و به شکلی جای شک و شبهه باقی میماند. اما با نزول آیات قرآن و اثبات آن در سوره نور کسی نمیتواند آن را انکار کند، بلکه هر دشمن متعصبی نیز از قبول آن چاره‌ای ندارد، چرا که عدم قبول براءت حضرت صدیقه بنت صدیق عایشه رضی الله تعالی عنها یعنی قبول نکردن آیات قرآن و این یعنی کفر و الحاد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بعد از مژده دادن به حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها آیات مبارکه ابتدای سوره نور را که در آن پاکی و براءت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نازل شده بود تلاوت فرمودند. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. کسانی که این تهمت بزرگ را درباره عایشه رضی الله تعالی عنها پرداخته و سرهم کرده اند گروهی از خود شما هستند. اما گمان مبرید که این حادثه برایتان بد است، بلکه این مسئله برایتان خوب است و خیر شما در آن است، چرا که منافقان کوردل را از مؤمنان مخلص و کرامت بیگناهان را پیدا و عظمت رنج دیدگان را هویدا می کند. برخی از مسلمانان ساده‌لوح را به خود می آورد، آنانی که دست به چنین گناهی زدند. هر یک به اندازه شرکت در این اتهام سهم خود را از مسئولیت و مجازات آن خواهد داشت. هر کدام از آنان به گناهکاری که کرده است گرفتار می آید و کسی که سردسته آنان در این توطئه بود و بخش عظیمی از آن را به عهده داشته است عذاب بزرگی و مجازات سنگینی دارد. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبین. چرا انگامی که این تهمت را میشنیدید نمی باید که مردان و زنان مؤمن نسبت به خود گمان نیک بودند و پاک دامنی و پاکی را نیندیشند و نگویند این تهمت بزرگ و آشکار و روشن است؟ لولا جاءوا علیه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. چرا نمی باید آنان موظف شوند 4 شاهد را حاضر بیاورند تا بر سخن ایشان گواهی دهد؟ اگر چنین گواهانی را حاضر نمی آورند آنان برابر حکم خدا دروغگو و مستحق تازیانه خوردن بودند. ولولا فضل الله علیکم ورحمته فی الدنیا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظیم. اگر فضل و رحمت خدا در دنیا با عدم تعجل عقوبت و در آخرت با مغفرت شامل حال شما نمیشد، هر آینه به سبب خوض و فرو رفتنتان در کار تهمت عذاب سخت و بزرگی گریبانگیرتان میگردید. اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظیم.
عذاب گریبانگیرتان میشد در آن زمان که به استقبال این شایعه میرفتید و آن را از زبان یکدیگر میگرفتید و با دهان چیزی را پخش میکردید که علم و اطلاعی از آن نداشتید و گمان میبردید این مسئله ساده و کوچکی است، در حالی که پیش خدا بزرگ بود و مجازات سختی به دنبال دارد. ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم. چرا نمی بایستی وقتی که آن را می شنیدید و می گفتید ما را شایسته نیست که زبان به این تهمت بگشاییم؟ سبحان الله، این بهتان بزرگی است. یعظکم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان کنتم مؤمنین. خداوند نصیحتتان می کند اینکه اگر مؤمنید نکنید هرگز چنین کاری را تکرار و خویشتن را آلوده چنین مصیبتی نسازید، چرا که ایمان راستین با تهمت و دروغ سر سازگاری ندارد. و یبین الله لكم الآیات والله علیم حکیم. خداوند آیات و احکام واضح و روشن خود را برای شما بیان می‌دارد و خداوند بس آگاه است از نیازهای شما و عوامل بدی و خوبی زندگیتان با خبر است و حکیم است و به مقتضای حکمتش احکام و قوانین را برایتان آشکار می‌کند. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بیگمان کسانی که دوست می‌دارند گناهان بزرگی همچون زنا در میان مؤمنان پخش گردد، ایشان در دنیا و آخرت شکنجه و عذاب دردناکی دارند. خداوند می‌داند عواقب شوم و آثار مرگبار فحشا را و شما نمی‌دانید، ابعاد پخش گناهان و پلیدی را نمی‌دانید. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحیم. اگر فضل و رحمت الهی شامل حال شما نمیشد و اگر خداوند نسبت به شما مهر و محبت نمیداشت، آنچنان مجازاتی بزرگ و کمرشکنی در برابر تهمت زنا به ام المؤمنین برایتان در دنیا تعیین میکرد که زندگیتان را تباه مینمود. یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ای مؤمنان، گام به گام شیطان راه نروید و به دنبال او راه نیفتید، چرا که شیطان تنها به فحشا و زشتی‌ها فرا می‌خواند و فرمان می‌راند. اگر فضل و مرحمت الهی شامل حال شما نمی‌شد، هرگز فردی از شما از کثافت گناه با آب توبه پاک نمی‌گردید، ولی خداوند هر که را بخواهد از کثافت سیئات با توفیق در حسنات و با پذیرش توبه از او پاک می‌گرداند و خداوند شنوای هر سخنی و آگاه از هر عملی است. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحیم. کسانی که از شما اهل فضیلت و فراخی نعمتند نباید سوگند بخورند اینکه بذل و بخشش خود را از نزدیکان و مستمندان مهاجرین در راه خدا بازگیرند، به علت اینکه در ماجرای عفو دست داشتند و به آن دامن زدند. باید عفو کنند و گذشت نمایند. مگر دوست نمی‌دارید خداوند شما را بیامرزد، همان گونه که دوست دارید خداوند از لغزش‌هایتان چشم پوشی فرماید؟ شما نیز اشتباهات دیگران را نادیده بگیرید
و به این گونه کارهای خیر ادامه دهید و خدا آمرزگار و مهربان است. پس خویشتن را متصف به آداب آفریدگارتان سازید. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. کسانی که زنان پاک دامن بیخبر از هر گونه آلودگی و ایماندار را به زنا متهم می‌سازند، در دنیا و آخرت از رحمت خدا دور و عذاب عظیمی دارند اگر توبه نکنند. یوم تشهد علیهم ألسنتهم وأیدیهم وأرجلهم بما كانوا یعملون. آنان عذاب عظیمی دارند در آن روزی که علی آنان زبان و دست و پای ایشان به کارهایی که کردند گواهی می‌دهند. یومئذ یوفیهم الله دینهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. در آن روز خداوند جزای واقعی آنان را بی کم و کاست به دیشان می‌دهد و آگاه می‌گرداند که خداوند حق آشکار است و در روز قیامت در حقانیت پروردگار شک و تردیدی برای سرسخت‌ترین لجوج‌ها هم نمی‌ماند. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. زنان ناپاک از آن مردان ناپاکند و مردان ناپاک از آن زنان ناپاکند و زنان پاک متعلق به مردان پاکند و مردان پاک متعلق به زنان پاکند. پس چگونه تهمت میزنید به عایشه عفیفه همسر محمد امین فرستاده رب العالمین؟ آنان از نسبتهای ناموسی و ناروایی که بدانها داده میشود مبرا و منزه هستند. به همین دلیل ایشان از مغفرت الهی برخوردارند و دارای روزی ارزشمند که بهشت جاودان و نعمتهای غیر تصور آن است میباشند. در مورد شأن نزول آیات یاد شده و ارتباط آن با اعلام و اثبات پاکی و طهارت حضرت صدیقه بنت صدیق عایشه رضی الله تعالی عنها و خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، تمام مفسرین و سیره‌نگاران و مورخان اتفاق رأی و نظر دارند که این آیات بدون هیچ شک و شبهه‌ای در شأن حضرت صدیقه بنت صدیق عایشه رضی الله تعالی عنها نازل شده و منظور براءت و پاکی ایشان از افترا و تهمتی است که منافقین